درود بینندگان گرامی، به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. امروز جمعه 6 مارس است و در 15 دقیقه بعدی این موضوع را بررسی خواهیم کرد. در پایتخت جمهوری چک به بزرگمهر یاروف وکیل مدافع زندانی تاجیک ҷоизаи ҳомиёни تقدیم شد. با نگینه زورش نرسید میرود سراغ نتاشا. جوان در ولایت ختلان میگوید بنابر زیاد بودن مهر عروس نتوانست ازدواج کند و نیت دارد از روسیه زن گیرد. آرد هست خریدار نه. پس از هنگامه دیروزه بازارهای تاجیکستان آرام به نظر میرسند. امروز 150 تن وارد کردیم، همگی تازه 125 یا 30 تن آرد رفته. دیگرش ایستادگی در ماشین‌های امام علی رحمان پرزیدنتی تاجیکستان روز 6 مارس یک زمره تغییرات‌های کادری به عمل آورد. نصرالله محمودزودا دبیری شوروی امنیت تعیین شد. محمودزودا تا این دم در منصب دادستانی ولایت ختلان کار میکرد. شاهین سعیدزاده پسری وزیر سابق معارف نوریدین سعید رئیس آژانسی تازه تأسیس نظارت در ساحه معارف و علم تعیین گردید. با اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنتی تاجیکستان امروز همچنان رئیسان ناحیه‌ها و معاونان چندی از وزارت و کمیته‌ها و اینچنین رئیسان دانشگاه‌ها عوض شدند. این نخستین تغییرات کادری پس از انتخابات پارلمانی تاجیکستان است که روز 1 مارس دایر شد. تفصیلات تغییرات‌های کادری اخیر را در سامانه www.azadi.org بخوانید. روز 5 مارس در شهر پراگ ҷоизаи بزرگمهر یاروف وکیل شناخته و زندانی تاجیک را به برادرش جمشید یاروف سپردند. ҷоизаи ҳомиёни را برای صداقت کسبی و تلاش برای حمایت از حقوق انسان به بزرگمهر یاروف سپردند. این جایزه هر سال از طرف سازمان بین‌المللی غیردولتی پیپل این نید به مبارزان حقوق انسان داده می شود. بزرگمهر یاروف از سال 2015 باز در حبس است و به 28 سال زندان محکوم شده است. او و پیوندانش حکم را سیاسی می دانند. همکارم طاهر سفر در رسم اعطای جایزه در پراگ شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرده است که حال آن منظورتان می شود. این جایزه را باید برادر جمشید بزرگمهر یاروف می گرفت، ولی از بس که پس پنجره است جایزه را به او دادند. خودش از سزاوار شدن به ҷоизаи ҳомиёни خبر داشته است و چنین پیامی را از داخل زندان فرستاده است. این جایزه به ما امید می‌دهد جانفدایی که ما برای دموکراسی و والایت قانون کردیم فراموش نشده‌اند. حمایت شما و دستگیری شما ما را قوی می‌کند و امید می‌دهد که در نهایت عدالت پیروز می‌شود. ҷоизаи ҳомиёнӣ که هر سال از طرف سازمان امدادی مردم محتاج به حامیان حقوق داده می شود، قبل از آغاز جشنواره فیلم های حقوق انسان با نام یک جهان به جمشید یاروف سپرده شد. این یک جایزه الهام بخش است، یک جایزه هست که توجه جهان را نشان می‌دهد به این پرونده بزرگمهر یاروف. با جامعه جهانی یک بار دیگر ثابت می‌سازد که در جامعه ما در تاجیکستان یک مشکلی هست که آنها برطرف کرده شوند و یک قوت می‌بخشد به ما، یک الهام می‌بخشد برای مبارزه ها را دوام دادن، اویدی آزاد کردن برادر خود. ҷоизаи ҳомиёнӣ را به آنهای می‌دهند که به گفته دستاندرکارانش با وجود تمام سختی‌ها برای حقوق انسان سعی کردند. ما برای آن جناب یاروف را انتخاب کردیم که مدت‌های طولانی برای بهتر کردن وضع حقوق تمام مردم در تاجیکستان سعی کرده است. تلاش او برای آنکه حقوق بنیادی مردم یعنی حقوق داشتن وکیل دفاع رعایت شود. právo na obhájce, právo na advokáta, aby měl nárok každý na to. بزرگمهر یاروف که سال 2015 از حقوق اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در دادگاه حمایت میکرد، با گناه‌های قلابی، ساختکاری سندها، تحقیر پرزیدنت به 28 سال زندان محکوم شد. خودش میگوید بیگناه است و اتهامات اساس ندارند. یک نتیجه انتخابات پارلمانی که روز 1 مارس برگزار گشت این است که شماره زنان در نهاد عالی قانونبرار کشور تاجیکستان بیشتر شد. همکنون 24% یا حدود 4/1 کرسی های پارلمانی تاجیکستان را زنان صاحب شدند. بیشتر شدن زنان وکیل این قشر جامعه را به آینده بهتری امیدوار کرده است. اما تا کجا وکیلان از شماره زنان می توانند به حل مشکلات زنان و دختران در کشور مساعدت کنند؟
همکارم سرویناز روح‌الله موضوع را ادامه می‌دهد. дар интихоботи ҳафтаи гузашта 15 зан курсиҳои вакили парлумонро соҳиб шуданд ки нисбат ба 5 соли пеш 3 нафар бештаранд. ба ин тартиб ҳузури занон дар Маҷлиси Намояндагон ба 24% расид. бо зиёд шудани вакилон аз ҳисоби занҳо умедворӣ ин қишри ҷомеа ба ҳалли мушкилоташон дар парлумони кишвар бештар шудааст. имрӯз як тағйирот мехоҳад кодекси манзил, кодекси оила то занону кӯдакон баъд аз ҷудошавӣ як сарпаноҳ дошта бошанд. гавҳар шарофзода раиси пешини кумитаи забон ки тоза вакили парлумони Тоҷикистон интихоб шуд мегӯяд ба тавони худ эътимод дорад. ба гуфтаи ӯ афзоиши шумори вакилон аз ҳисоби бонувон имкон медиҳад мушкилоти онҳо дар парлумон бештар матраҳ шавад. занҳои мо тавоно ҳастанд, бароманд ҳастанд ва имрӯз қудрату тавоноии обод карданро доранд, метавонанд муҳандиси хуб бошанд, иқтисодчии хуб бошанд ва аз ҳама бештар метавонанд худ ва фарзандҳои худро ба таҳсил фарогиранд ва оқилонаву хиратмандонаву тоҷикона ҷаҳонӣ бошанд. феълан беш аз 18% хизматчиёни давлатӣ дар Тоҷикистон занон ҳастанд. аз мақомҳои баланд танҳо вазифаи ноиби нахуст вазир ба намояндаи занҳо тааллуқ дорад ва аз 22 курсии вазирӣ танҳо як ҷойро ба занон доданд. аммо Тоҷикистон то кунун ягон сафир зан надорад. як чиз дигар аст ки баъзеҳо ҳамин фаъолият мекунанд, якта таваллуд мекунанд, баъд якта таваллуд кардан хонада мешинанд, баъд дуюмша таваллуд мекунанд, баъд сеюмша таваллуд мекунанд, баъди ҳамон аллакай камтар дуртар мешаванд. заное ки мисол ба ғайрат ҳастанд, заное ки вай мекунанд ба ҳар ҳол кам ҳастанд дар байни мо, лекин мо кӯшиш карда истодаем ки ҳамаро ҷалб кунем. аз 15 бонувони вакил дар парлумон 5 нафарашон аз тариқи феҳристи ҳизбӣ ва бақия бо пешниҳод ва мусоидати ҳизби халқи демократии Тоҷикистон мандати вакили парлумонро соҳиб шуданд. аз ин рӯ беш аз 90% занони вакил дар парлумони касбии Тоҷикистон номзадҳои ҳизби ҳоким мебошанд. интизор меравад яке аз бонувони вакил ба симати муовини раиси Маҷлиси Намояндагон интихоб шавад. در ولایت ختلان جوانی که به خاطر ازدواج کردن از روسیه بازگشته است شکایت دارد که هر جای خواستگاری رود والدان عروس قلینگ و یا مهر هنگفت طلب دارند که او امکانی پرداختن آن را ندارد. مهر هنگفت جوانان را دلسرد میکند و آنها نیت دارند دوباره به روسیه برگردند و آنجا ازدواج کنند. شادمانی یتیم گزارش میدهد. تیمور علیف بعد از خواستگاری‌های بی‌نتیجه و نرخ گران قلینگ تصمیم گرفت ازدواج نکرده دوباره به روسیه برگردد. این مهاجر از پول یا قلینگی که از جانب دختر طلب میکنند ناراضی است. مثلا مادرم سه دختری که بیرات کرده خودش سه خونه رفت مثال کمی کمش 15000 سومون گفتن. 15000 سومون گفتن این 100000 روس میشود. که چه 100000 در کاری که تو مثال توی کنی زن میگیری مثال. در چند وقت اخیر موضوع قلینگ یا مبلغی که جانب دختر از خانواده داماد طلب میکند در میان ساکنان بحث می شود. برخی دامادها مثل قهرمان ما این مبلغ را گران میدانند. خانواده های دختر در نوبت خود به نرخ همیشه رو به بالای بازار اشاره میکنند. جانب عروس شونده ها میگویند مبلغ مهر به خرج توی و خرید جهاز صرف می شود. جهازی که به خانه داماد برده می شود. در تاجیکستان مسئله خانه‌دارشوی و زود از هم پاشیدن خانواده‌های جوان موضوع داغ است. بیشتر جوانان که از مهاجرت مبلغ به دست می‌آورند، کوشش می‌کنند با خرج‌های کمتر توی کنند. بحث‌های مالی پیش از توی گاهی باعث نااستواری خانواده‌های جوان می‌شود. جامعه شناسان از پیامدهای منفی چنین نااستواری عائله‌ها نگرانی می‌کنند. تصورش همین است که در بسیاری موارد زن و شوهر اویله بنیاد میکنن با چقدر مشقت و با چقدر مبلغ جمع میکنن در فدراسیون روسیه میآید خراجات توی میکند دختره که میبرن یعنی که بعد چند مدت زندگی اونها نمیشه از دیگر جدا میشوند و یک طرف بچه دارو آسان شده است که مثال با رفته کار میکنن با اومده زن میگیرن لیکن اینجا تقدیر دخترک علاقه کمترک چی میشه که دختر دویم باره کمی در کم حالاتای میشه که دویم باره شوهر میکنن. دلسرد شدن این جوان از خرج زیادی توی در حالی است که
10 سال باز در تاجیکستان معرکه‌ها طبق قانون تنظیم می‌شوند. کارشناسان میگویند ریشه مسئله نه در ارزش مهر و قلنگ بلکه در نبود جای کار موافق در کشور است. امیدوار میشویم که پس از نشر این گزارش تیمور علیف بخت خود را مییابد و همین گونه صدها مهاجری کاری تاجیک به مراد خویش میرسند. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعداً برنامه را با گزارش در مورد وضع بازارها در تاجیکستان پس از تهلکه 2 روز از وهم احتمال پنهان شدن کرونا ویروس ادامه میدهیم. ساکنانی که در 2 روز گذشته آسم سر با هر قیمت دهها خلطه آرد خریدن اکنون نمیدانند آن را چگونه نگاه دارند. این در حالی است که سر از نیمه روز 4 مارس در پی آوازه ها در رابطه با احتمال پهنشوی کرونا ویروس در تاجیکستان ساکنان در منطقه های گوناگون کشور به بازارها ریختند و با مقدار زیاد آرد و روغن خریدند. در پی این نرخ محصولات در بازارها بالا رفت. اما امروز در نزد فروشگاه ها نوبت پایی و ازدحام خریداران به نظر نمی رسد و فروشندگان در نزد تلهای خلطه های آرد انتظاری خریدارانند. برات یوسفی از شهر دوشنبه گزارش می دهد. از هنگامه و تهلکه مردم در خرید آرد در بازار و دکانهای آردفروشی شهر دوشنبه تقریبا نشانه باقی نمانده است. ماشین و دکانهای پر از آرد و تاجران منتظر خریدار صحنه امروزه بازارهای پایتخت است که 2 روز اخیر تصورش را هم کردن امکان نداشت. تا برآمدن این مسئله ما در روز در بازار از 8 تا 10 تن آرد می‌فروختیم. در روز 4 با 110 تن رسید. در روز 5 دین 188 تن سودا کردیم. امروز 150 تن وارد کردیم. همگی تازه 25 یا 30 تن آرد رفته. دیگرش ایستادگی در ماشین‌های کلان. تاجران میگویند سودای زیادی که در 2 روز اخیر داشتند میتواند در روزهای بعدی باعث پایین شدن نرخ آرد گردد. زیرا از یک سو طلبات به آرد کاهش می‌یابد و از سوی دیگر حرارت هوا نیز رو به گرمی آورده است. یگام کس همون کم از اون خیساگه یگام کس خریدارش نیست هیچ کس یگام خریدار نیست چون که می‌بینم کم از اون خالیان یگام پر موندگان یگام کلی نیست. قیمت آرد و دیگر محصولات نیاز اولیه بخصوص روغن، شکر، پیاز و کارتاشکا همان گونه‌ای که هست قبل از 2 روز هنگامه خرید بود. ساکنان میگویند برخی از تاجران با استفاده از فرصت قیمت این چنین محصولات را در آن 2 روز افزایش داده بودند، اما امروز دوباره به صورت پیشین پایین شده است. با دنبال خبر بسته شدن مسجدها، لغو مارشروفکا و تجلیل جشن نوروز، این چنین چند از تدابیر جلوگیری از پهنشوی کرونا ویروس و پهن شدن آوازه‌های بر دروغ کشف کرونا ویروس در تاجیکستان، ساکنان از ترس بسته شدن بازارها به تهلکه و خریدن آرد و دیگر مواد نیاز اولیه دست زدند. این تهلکه باعث بینظامی در دکان و بازارها و بالاروی نرخ محصولات شد. با دنبال مقامات دولتی دست به کار شده و محصولات ذخیره شده را چند برابر بیشتر وارد بازار کردند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این دم ما را همراهی کردید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org بخوانید و آنجا تماشا کنید. همچنان می توانید گزارش‌های صوتی را شنوید و همچنان در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی می توانید گزارش‌های ما را تماشا کنید. روزهای استراحت خوب داشته باشید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهداری هر یک شما.